پنس‌های مجلسی 2 تا پنس خیلی مهم باید بسته بشه که هر دوتاشون هم تو قسمت کمره. از قسمت کمر 1 سانتی تا 1 سانتی و نیم میریم بالا و به ابتدای پنسمون بس میکنیم. این کار باعث میشه که قسمت کمر لباسمون افتادگی پیدا نکنه و تو قسمت پهلو لیور نیفته. اگه لباسمون برش از کمر داشته باشه که حتما باید این کار رو انجام بدین تا قسمت کمرمون نکشه به سمت پایین. از ابتدای پنسی که قراره ببندیم یه خط به انتهای پنس سرشونمون متصل میکنیم و یه پنس 1 تا 1.5 سانتی میگیریم. پهناش هم باید عمود به خطی باشه که کشیدیم، اندازه همون خط کوچیک که کشیدم، و این پنس رو هم میبندیم. توی قسمت پشت هم دقیقا همین کارها رو انجام میدیم و این 2 تا پنس ها حتما باید بسته بشه. با این کار دیگه توی قسمت پهلوها چین و لیور نمیبینیم، مخصوصا برای کسایی که بدنشون به سمت جلو میاد. این مشکل با این کار برطرف میشه. قسمت پشت تفاوت ریزی داره، اونم اینه که حتما خطی که داریم میکشیم باید از نوک پنس پشتمون عبور کنه تا حالت پنسمون رو تغییر نده. اسم این پنس اصلاح پیکر است. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید.